شما الان دارین صدای منو از طریق میکروفون DJI وایرلس میک میشنوین و سلام، خیلی خوش اومدید به کانال موپویونی. ما امروز اومدیم در مورد میکروفونی صحبت کنیم که بسیار مناسبه برای تولید محتوا. DJI وایرلس میک. اینجا چیزی که ما داریم پک کاملش هستش، یعنی یک دونه رسیور و 2 میکروفون که حالا ویدیو آنباکسش رو درست کردم و این بالا واسهتون میذارم، میتونید برید ببینید. از امکانات این میکروفون بخوام بهتون بگم، میتونم به برد 250 مترش اشاره کنم و شارژ دهی 14 ساعت این میکروفون. از نظر ظاهری و کیفیت ساخت میتونم بگم کیفیت ساخت بسیار بالایی داره که حالا این میکروفون اگر از نزدیک ببینید متوجه منظور من میشید. نسبت به میکروفونایی که توی بازار هست توی این رنج قیمت و توی این رده کیفیت بسیار ظاهر زیبا و وزن کم و ابعاد خیلی مناسبی داره برای نصب کردن روی یقه. اینجا یک آهنربا داره برای اتصال از روی لباس و یک گیره هم داره همینطور، اینم برای اتصال به لباس استفاده میشه. اینجا میکروفون اصلیش هستش، کنارش هم یه جک 3.5 برای ورودی میکروفون، یعنی ما میتونیم میکروفون یقه‌ای سیمدار هم به این اتصال بدیم تا از طریق وایرلس این میکروفون اونو برای گیرندش ارسال کنیم. یه دکمه داریم برای لینک کردن و اینم دکمه رکورد هستش که حالا میرسیم بهش که برای چی اینجا دکمه رکورد داره. دکمه خاموش روشن و درگاه تایپ C که هم برای شارژ استفاده میشه و هم برای انتقال فایل ها. هر کدوم از این فرستنده ها جداگانه خودش به صورت مستقل قابلیت ضبط صدا رو داره که هر کدومش 8 گیگ تقریبا حافظه داخلی داره. یه زمانی حدود 14 ساعت میتونه براتون صدا رو رکورد کنه بدون اینکه نیاز باشه به رسیورش متصل باشه. ما وقتی که اینجا دکمه رکورد رو بزنیم یه چراغ قرمز اینجا روشن میشه، یعنی اینکه الان داره صدا رو برای ما ضبط میکنه و ما بعداً میتونیم از طریق این پورت تایپ C اونو استخراج کنیم. زمانی که چراغ سبز چشمک زن هستش یعنی اینکه به رسیور متصل نیست و به محض اینکه متصل بشه چراغ چشمک زن ثابت میشه. ما این فرستنده ها رو میتونیم از طریق هم درگاه تایپ C و هم از طریق کیسی که داره شارژش کنیم. خب میرسیم به رسیور. یه دکمه خاموش روشن داره، یه درگاه تایپ C داره. این قسمت برای نصب کردن دانگل هایی هستش که برای ما گذاشتن. یک خروجی هدفون و یک خروجی AUX داره برای اتصال به دوربین. ما دانگل ها رو از این طریق میتونیم به رسیور متصل کنیم، اون رو به موبایل اتصال بدیم. دکمه رو نگه میداریم تا روشن بشه و برای گوشی های اپل هم میتونیم این دانگل رو عوض کنیم و دانگل دیگر رو بزنیم. برای اتصال به دوربین فیلم برداری اول این تبدیلی که برای ما گذاشتن رو باید به رسیور متصل کنیم و اون رو میتونیم روی دوربین فیلم برداری قرار بدیم به این صورت. بعد از اون کابل AUX رو برمی‌داریم و به قسمت اوت رسیور متصل میکنیم. اون سر دیگه کابل رو به ورودی میکروفون دوربین متصل میکنیم. خب بریم سراغ اصل کاری، رسیور. ببینیم هر کدوم از چیزایی که اینجا برای ما نوشته و آپشنایی که داره چه چیزاییه. این قسمت آنتن فرستنده شماره 2 و آنتن فرستنده شماره 1. اینجا هم باتری خود رسیور رو نشون میده. این قسمت هم که نشون میده هر کدوم از اینا مربوط میشه به کدوم یکی از این میکروفون ها. باتری هر کدومشون نشون میده. اسی هم که اینجا نوشته مشخص کننده استریو یا مونو بودن صدای ماست. ما اگر انگشتمون رو قسمت R بکشیم بالا، TX2 یعنی اون میکروفون راست ما رو برای ما نشون میده. این 15 ساعتی که اینجا نوشته 15 ساعت حافظه ضبط داره اون میکروفون به صورت مستقل جداگانه. این گزینه وسط رو که بزنیم میکروفون رو برای ما آف میکنه، وقتی که بزنیم
میکروفون رو دوباره آن میکنیم. این هم که بزنیم رکورد میکنه واسه ما. البته رکوردی که داخل خود اون فرستنده انجام میشه. بعد میتونیم وارد فایلش بشیم و میتونیم اونو فرمت کنیم. و همینطور اگر قسمت L رو بکشیم میکروفون 1 رو برای ما باز میکنیم. اگر LCD رو از بالا به پایین بکشیم تنظیمات مختلف برای ما باز میشه. گزینه اول برای استریو و مونو کردن و جابجا کردن میکروفونای چپ و راست. رسیور گین برای ما میزان صدای خروجیه. این قسمت اوت رو برای ما مشخص میکنه که ما چه گین اون خروجی رو میتونیم تنظیم کنیم. ولوم هدفون هم که مشخصه، ولوم خروجی هدفونشه. و اما این تنظیمات مربوط میشه به تنظیمات فرستنده ها که لوکات برای ما فرکانس های پایین رو کات میکنه که معمولا فرکانس های پایین شامل صدای هام یا یه سری نویز ها هستن که لوکات رو برای صدا برداریمون اگر فعال کنیم بهتر. این هم گین هر کدوم از این فرستنده ها رو ما میتونیم اینجا کم و زیاد کنیم. گزینه بعدی لاک کردن رکورد ما زمانی که رکورد رو توی این میکروفون ها میزنیم و اون رو متصل میکنیم به سوژمون، به خاطر اینکه به صورت تصادفی دست سوژمون نخوره و رکورد قطع نشه، ما میتونیم این گزینه رکورد لاک رو فعال کنیم تا دیگه اون قطع نشه. وقتی غیر فعالش کنیم میتونیم باز از طریق اون دکمه میکروفون رو قطعش کنیم. گزینه بعدی اوتو رکورد هستش که ما میتونیم به صورت اتوماتیک وقتی فعالش کنیم، به صورت اتوماتیک وقتی صحبت کنیم خود فرستنده صدا رو برای ما رکورد کنه. این هم که ویبره فرستنده ها رو ما میتونیم از این طریق آن و آف کنیم. این گزینه هم برای شدت روشنایی و خاموش روشن بودن این LED هاست. یه زمانی هست ما وقتی متصل میکنیم به سوژمون نمیخوایم این LED ها توی فیلممون بیفته، میتونیم حالا یک کمی نورش رو کم کنیم یا نورش رو زیاد کنیم و حتی آفش کنیم. و اما آخرین گزینه این منو ستینگ خود این رسیور هستش که این که مال لینک کردن دیوایس هاست. گزینه بعدی برایتنس خود LCD رسیور، لنگویج، تاریخ که حتما از من میشنوید تاریخ رو حتما ست کنید. البته اول که بخواید راه اندازی کنین همچین گزینه‌ای رو ازتون میپرسه ست کردن تاریخ رو. ریست فکتوری که هیچی، برای ریست کردن به تنظیمات کارخانه. ورژن برای اینکه شما بدونید چه ورژنی روی دستگاه شما نصبه و میتونید از سایت DJI آخرین ورژن رو بگیرید و آپدیت کنید. گزینه آخرم که مجوزها رو داره میگه و چیز خاصی نیست. خب این تمام چیزایی بود که این رسیور و این فرستنده ها داشت. ما اومدیم کیفیت میکروفون DJI وایرلس میک رو بسنجیم. میکروفونی که اینجا موجود داشتیم که باهاش مقایسه کنیم میکروفون کندانستر ماونو که یه میکروفون استودیویی هستش. شما الان دارین صدای منو از طریق میکروفون DJI وایرلس میک میشنوین و الان صدای من رو دارین از طریق میکروفون ماونو میشنوین. میکروفون ماونو یک میکروفون خازنی با دیافراگم بزرگ و حساسیت بالا که قاعدتاً باید کیفیت بهتری نسبت به میکروفون DJI داشته باشه، چون که میکروفون DJI به خاطر محدودیت‌های فیزیکی که داره قاعدتاً نباید دیافراگم بزرگی داشته باشه. ولی منم هنوز مقایسه صدای این دوتا میکروفون رو نشیدم. اگر این صدا در حد صدای میکروفون ماونو بخواد باشه پس حتما خیلی کارش درست بوده. کیفیت صدایی که من از این میکروفون شنیدم به نسبت همرده‌های خودش و توی این رنج قیمت بسیار عالی هستش. ممنون که همراه ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید. اگر کانال رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. خداحافظ.